سلام و عرض ادب. امید که حتما باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. نیک ما رو خوش آمدید میگم به یک جلسات دیگر. زمانی که من یا متروپولیتن ایریا نتورک رو میخوایم بحث کنیم، اول قبل از اون ما موارد را خوانده بودیم به نام لند. متروپولیتن ایریا نتورک حالا میگیم a metropolitan area network is a computer network that span a city or a large campus. چی کنم؟ میگه زمانی که یک شهر چندین دانه بیلدینگ را هم دیگه بخوایم وصل کنیم، فکر کنیم به شکل وصل شود، اینا رو میگه به نام metropolitan area network میگه. It contain multiple area local data networks within metropolitan area region. ببینید دوستان عزیز، خب قبلا ما در مورد لند صحبت کردیم. لند گفتیم که مثلا شما یک دانه فکر کنید یک کامپیوتر است، دو کامپیوتر است، یک دقیقه صبر کنید، مثلا فکر کنید یک کامپیوتر است، سه کامپیوتر است، اینا رو به یک سویچ وصل میکنید. این چی میشه؟ یه طریقه رو به نام لن یاد میکنه، ریچارد میکنه، لن یاد میکنه. اما اگر اینجا چندین ایریای دیگه باشه، چندین لن دیگه باشه، مثلا یک تا لن دیگه، یک کامپیوتر، دو کامپیوتر، سه کامپیوتر دیگه باشه، و هم به سویچ وصل باشه، و هر دوی از به یک سویچ دیگه کور لیر وصل باشن، اینی سناریو رو به نام چی یاد میکنه؟ به نام متروپولیتن ایریا نتورک یاد میکنه. که را در بخش اینترنت هم ما این بخش ها را داریم و در این بخش ما در مورد از صحبت های هم داشتیم. ببینین مفهوم و منظور از typically میگه managed by internet service provider or telecom companies که معمولا این بخش امی ساحه توسط ISP ها کنترل میشه. مثلا شما اگه باشین، مثلا یک شخص است یک جای کار میکنه، و یک نفر دیگه در جای دیگری کار میکنه. پس این وقت زمانی که اینمی کار کرده از اینا، اینمی چی براتون بگویم، مفهوم از اینا، همه از اینا چی هستن؟ اینا بخش از متروپولیتن ایریا نتورک هستن. چی هستن؟ بخش از متروپولیتن ایریا نتورک هستن. Provide high speed connectivity across wider area land but smaller than one. اینجا ببینید دوستان، این کانکتیویتی یا این پایی که مثلا با هم دیگه بخواین ارتباط برقرار کنن، اینا چه هستن؟ ارتباط از اینا خیلی سریع است. که توسط یک فکر کنید یک آی اس پی براتون قبلا گفتم، توسط آی اس پی اینا چی میشن؟ توسط آی اس پی با هم دیگه وصل میشن، یا توسط یک اینترنت با هم دیگه وصل میشن. پس اینا چی گفتم؟ میگه های اسپید کانکتیویتی، خیلی سرعت بالاتر میتونه نسبت به لند کرده، سرعت زی بالاتر است. خب حالا در مورد این بحث میکنیم کوریج از این میخوایم صحبت کنیم. کوریج از چی است؟ extend across cities, town or large campuses. کوریج یا ساحه از این مثلا چندین دانه شهر، extend across cities، یعنی تو در یک شهر میخوای فکر کنین همین من را متروپولیتن ایریا به عنوان یک سیتی یا یک شهر در نظر بگیرید. به عنوان چی؟ به عنوان یک شهر در نظر بگیرید. این شهر مثلا داخل شما خانه های مختلف را دارین، هر خانه از خود یک جای داره، یک مکان داره، یک داخل داره. پس تمام این شهرهای خانه را که تو بخوای با هم دیگه وصل بسازی، توسط یک آی اس پی میتونید وصل بسازید، درست؟ یا مثلا ما میگیم متروپولیتن ایریا را یک ریاست فکر کنید، درست؟ یک چی فکر کنید؟ یک ریاست فکر کنید. مثلا در یک ریاست شما فکر کنید یک ریاست باشه. اینجا یک ریاست مثلا داخل از آمریت های مختلف است، مثلا آمریت آی تی است، آمریت مثلا در بخش چیه، ریاست تکنولوژی رو مثلا براتون میگم. ریاست تکنولوژی رو فرض کنید، آمریت شبکه، آمریت دیتابیس، آمریت نتورک، آمریت تلفن ها، آمریت باگاژ، آمریت کامراها، هم کدام میتونه این یک خورترک، یک، دو، سه، 4، 5، 6، هر کدام زیر شما مد نظر بگیریم که یک دانه چیست؟ یک دانه آمریت، یک دانه لن است. این 6 دانه لن را وقتی زمانی که با هم دیگه بخوایم میره با هم دیگه وصل بسازیم یا یک دیگه با هم دیگه ارتباط داشته باشه، از چی استفاده میکنیم؟ از اینترنت یا آی اس پی استفاده میکنیم. از چی استفاده میکنیم؟ از اینترنت یا آی اس پی، به خاطر کانکتیویتی از استفاده میکنیم. پس بهتر است وقتی زمانی که ما کانکتیویتی از یارو میخوایم ترتیب کنیم، تنظیم کنیم، از چی استفاده کنیم؟ از آی اس پی یا اینترنت استفاده کنیم. تا پس اینی کلا یک چی میشه؟ یک من میشه. یک چی میشه؟ من یا متروپولیتن ایریا نتورک میشه. اما هر کدام از یک لند میتونه باشه، یعنی 6 دانه لند را با هم دیگه وقتی زمانی که مواصل میکنیم چی میشه؟ یک دانه من است. خب این چه گفتم؟ speed از چی است؟ offers faster connection than WAN through the slower than LAN. نسبت به WAN تیزتر است، اما نسبت به LAN چیه؟ سرعتش پایین‌تر است. حالا دوستان شاید بگید که سرعت حالا خب این باید سرعتش بالاتر باشه نسبت به لند کرده، اما این چیزی من با وقت عملی براتون تشریح میکنم، درست؟ که برو بر شما میگم که چرا سرعت من نسبت به لند کمتر اما نسبت به لند بیشتر. ولی دیگه باز من بر شما چی میکنم؟ بحث میکنم. خب یک بار ما اول یک سناریو میگم، فکر کنید مثلا دو تا کامپیوتر است با هم دیگه نزدیک هستن، درست؟ این دو تا کامپیوتر اینجا با هم دیگه بسیار نزدیک است، هم دیگه اینا این یک چی میشه؟ لند میشه، درست؟
اما تو تا کامپیوتر دیگه هم اینجا هست. این رو فکر کنید ایریا یک، این رو فکر کنید محوطه اول، این رو فکر کنید محوطه دوم اول. A B C D. حالا من شما میخوایم بپرسم دوست عزیز کی میتونه برام بگه اگر بخوای A با B اینجا وصل است با C با D اینجا وصل است، اگر بخوای مثلا B اینجا فکر کنید یک سویچ دیگه هم میذارم، مثلا فکر اون لان یک لان دو، خب لان یک لان دو اینا با دیگه چی میشه وصل میشن، فکر کنید یعنی این واسه طریق وصل شد درست، یا هم دیگه با هم دیگه وصل شدن. خب اگر بخوای کسی بر شما بگه که A بخواد کانکشن جور کنه با B و A بخواد کانکشن جور کنه با D، با B میتونه زودتر این کانکشن انجام بده، ارتباط خود زود برقرار کنه، یا با D یا با D. کی میتونه اینجا بر ما بگه؟ بصیرت مرزایی شما. سلام عرض ادب. اصلا اینجا در جواب گفتم میتونیم، چون ما قبلا در لن گفتیم که لن یک نتورکی است که به خاطر یک ساحه خیلی کوچک جغرافیایی اون میتونه که استند باشه، مثلا به خاطر یک دفتر یا یک مکتب ما میتونیم از استفاده کنیم و با برعکس با من نسبت به لن یکم بزرگتر است، یعنی به خاطر یک شهرها یا کمپس ها یا یونیورسیتی که دیگه نمیتونیم ما کنکت میکنیم میتونیم از استفاده کنیم. پس چون ای و بی با دیگه در یک نتورک هستن یعنی لن، و وقتی ما میخوایم ای را همراه دی دوباره وصل کنیم یعنی ما باید از یک لن همراه دیگه لن دو کامپیوتر. پس از این خاطر ما میخوایم ای را با بی وصل کنیم این یکم زودتر میشه، چون محوطه جغرافیایی خیلی کوچکتره و وقتی میخوایم با دی وصل کنیم این کس با یکم خیلی سست‌تر میآید و یکم زمانگیر هم است، چون اینا از هم دیگه دور هستن. خب خانم بصیرت مرزایی میگه اگر A با بزرگتر فاست است اما A با D سلو است. یک از دیگر نظریات شما را می داشته باشیم بعدش باز پیش میریم. خب نفر بعدی فریبا بابایی، شما بگوین. سلام خدمت شما استاد محترم و دوستان ما. در قسمت ارتباطی که آیا لند با لند مثلا زود ارتباط برقرار میکنه یا با می مثلا وان، باید بگوییم که در قسمتی که با لند واسه شما سرعتش بیشتر است و اتصالش هم ثابت‌تر است، به خاطر از اینکه ما فهمیم مثلا که وقتی که در حقیقت در لوکال ایریا نتورک است یعنی در یک منطقه است، بنابراین سرعت و مثلا پابرجایی کانکشن بیشتر و ارتباطش مثلا قوی‌تر است نسبت به اینکه با یک وان مثلا چه وصل شود. طوری که دوستان گفتن میگه لن اگر بخوایم A را با B وصل کنیم پس ای سرعت بالاتر داره نسبت به A با D، پس میگیم A با B وقتی زمانی که میخواد کانکشن برقرار کنه، ما در باش عملی ان شاء الله نشان میدم A با B بخواد کانکشن برقرار کنه پس ای ضرورت به چی داره؟ ضرورت به داره که مثلا سرعت بالاتر داره، هم نسبت به چی کرده؟ نسبت به A و D کرده، پس میگیم A با B سرعت بالاتر نسبت به A با D داره. خب اینجا processes زمان act as a backbone for connecting LAN to یک صبر کنید. خب اینجا ببینین پروپاس یا مقصد زیست. مقصد از من ما اینجا مقصد از من این بر ما به حیث بکبون کار میده. به حیث چی کار میده؟ به حیث بکبون یا به حیث یک به حیث یک بکاپ بر ما کار باشه، مثل ازی بر لن این مثل یک تیر کمر باشه. وقتی زمانی که دو تا لن را بخوایم با هم دیگه وصل کنیم، یعنی فکر کنید یک لن دیگه لن و با هم دیگه میخوایم وصل کنیم با هم دیگه بخوایم وصلش کنیم، پس این اگر خدای نخواسته مثلا میره این سویچ، این فکر کنید سویچ اول، این دوم و این هم سوم، اینجا فکر کنید این هم به کامپیوتر وصل است، یک کامپیوتر دیگه هم به اینجا یک کامپیوتر دیگه وصل است، یک کامپیوتر دیگه اینجا هم یک وصل است، دو سه کامپیوتر دیگه وصل است. پس زمانی که ما بخوایم این دو تا لن را با هم دیگه وصل کنیم، یعنی لن یک را با لن دو وصل کنیم، مجبور هستیم از چی استفاده کنیم؟ از من استفاده کنیم. پس اگر مثلا در راه یک زمانی که بخوایم این انجام بدیم اینجا کانکشن قطع شود بین لن ها، کانکشن قطع شود، پس زمان این چی میشه؟ ای به خاطر ازی مکمل یک این لن نمیتونه با این چی کنه برقرار کنه، هیچ ارتباط برقرار کردن نمیتونه. اما اگر گرفتیم پس لن را این قسمت راوتر سویچ سوم را ما ترتیب کردیم پس جور شد، پس کانکشن بین از دو تا هم با ما چی شد؟ برای ما جور شد، تنظیم شد، ترتیب. اما محض که این خراب میشه اینجا چی میشه؟ اینم خراب میشه. خب reliability یا امو انعطاف پذیری provide stable communication for real organization. یک النتورک یا کمیونیکیشن یا ارتباط استیبل هست، یعنی بگیم استوار هست. به خاطر یک ارگانایزیشن، به خاطر یک جا، یک مکان، به خاطر یک دفتر بخوایم استفادهش کنیم، یک نتورک استیبل میتونه برنامه باشه. خب حالا اگزمپل و اپلیکیشن هایی در اینجا که استفاده میکنیم چی هستن؟ میگه یونیورسیتی کمپس connected across different cities and locations. مثلا ما بر شما گفتم قبلا یک مثال که دادم، مثلا شما میگین یک پانتون است، مثلا فکر کنید پانتون آزاد افغانستان در نظر بگیرید. یک پانتون آزاد افغانستان مثلا در ساحل مکوریان است،
یک پانتون آزاد افغانستان مثلا در ساحه کاتی سنگی است. یک ساحه از یک پانتون دیگه مثلا یک شاخه یک برانچ دیگهش مثلا در یک ساحه دیگهش مثلا در کارتیناو است. مثلا یک ساحه دیگهش میای سمت سرای شمالی می. یک ساحه دیگهش مثلا در سمت لیسی مریم است و یک ساحه دیگهش مثلا سمت کجا باشه؟ سمت دشت بشی است. ببینید شهر کامپیوتر مایی فقط فکر کنید پانتون آزاد افغانستان 6 تا جای 6 تا 5 تا. پس ایش تمام برانچ ها در کجا واقع در شهر به نام کابل واقع داره. هر کدام از که مثلا در اینجا شده اینا چی هستن؟ یک دونه لند هست. این یک ساحه، این ساحه اول فکر کنید ساحه اول این ساحه اول شد، ساحه دوم، ساحه سوم، چهارم، پنجم، ششم. پس 6 ساحه را وقتی زمانی که ما بخوایم با هم دیگه وصل کنیم مجبور و مکلف هستیم اینجا چی کنیم؟ یک نتورک داشته باشیم. ایران وصل میکنیم، ایران با وصل میکنیم، ایران با وصل میکنیم، ایران با ایران و ایران. پس این تمام از چی شد؟ پس این سویچی که در بین موقعیت داره این چی میشه؟ ای ام ای ان میشه. اما او راوترهای کوچک دیگری که در موقع در چی قرار داره؟ در ساحه قرار داره، اینا چی میشن؟ لن میشن. اینا چی میشن؟ لن میشن. پس کمیونیکیشن از اینا ذریعه چی شد؟ ذریعه اینا رو با این وقت زمانی که وصل شد و ذریعه آی اس پی یا مو اینترنت سرویس پرووایدر ها. اینترنت سرویس پرووایدر ها به خاطر از استفاده میشه که بخوایم چندین عدد چی استفاده کنیم؟ چندین دانه آی اس پی ها یا لند های کوچک را به یک چی وصل کنیم؟ با هم دیگه وصل کرده بتونیم، یعنی چندین لاین کوچک را با هم دیگه وصل کنیم. پس این میشه یک مثال خوبتر به خاطر انجام به خاطر می من و لند میتونم بشه. گورنمنت آفیس لینک تو متروپولیتن ایریا نتورک. همچنین مثلا اداره های مختلف دولتی میتونن با هم دیگه چی کنن؟ لینک داشته باشن. مثلا یک مثال از اداره دولتی در بخش ازی بر شما بتونم. شما اگر بخواید مثلا چندین ریاست را من فکر کنم البته چی میگم. مثلا یک از اداره امور زندان ها، ای از ریاست پاسپورت و ای از مثلا محکمه تکبر میدان هوایی است. یک شخصی در اداره زندان ها چی است؟ مثلا متهم به جرم شده. نفرک صحیح بکشم که باز مجرم خوب آدم صحیح نمیکشه. خیر فکر کنید این یک نفرک چی شده؟ اداره زندان ها بندی است و میخواد در اداره پاسپورت بگیره. چی بگیرم؟ پاسپورت بگیره. وقتی زمانی که او شخص می از زندان آزاد میشه، اینجا می ریاست پاسپورت این وقت زمانی که این شخص میبینه میگه تو جرم کردی. چی کردی؟ جرم کردی. وقت زمانی که بایومتریک خودت سره میگه تو جرم کردی. خب وقت زمانی که تو جرم کردی بیار تمو ابلاغ خط که برش میگیم به اصطلاح حقوقی، ابلاغ خط بیار که ای تو از زندان آزاد شد. یا میری نفرک دیگه پس طرف به سمت اداره زندان. یک ورقه که از میانه پس برای اداره چی میته؟ برای چی؟ برای ریاست پاسپورت میته یا پاسپورت. صحیح؟ این شخص رفت پاسپورت خود گرفت، میخواد وزارت داخله بره این چی کنه؟ اینجا وظیفه انجام بده. ما پاسپورت هم یک مثال دیگه شو بکنم. خب این وزارت داخله مربوط به تقریبا مربوط پاسپورت نمیشه. خب فکر کنم یک مثال زورم، یک مثال دیگه براتون میدم. مثلا یک شخص چی کار کرده؟ میخواد قبلا در دفتر چی بوده؟ اینجا در اداره زندان ها این مجرم بوده. این شخص مجرم بوده و می دوباره وقت زمانی که جرمش خلاص میشه، وظیفه‌اش خلاص میشه، پس دوباره آزاد میشه. می وزارت داخله مثلا یک وظیفه برش می چی میکنه؟ یک وظیفه میخواد به خود بگیره. این می یک امو ورقایی که دفتر برش داده و دفترهای دولتی برش داده برای چی میتونه که برو تو اینی بخش مثلا بود وزارت داخله تو بایومتریک کن. پس زمانی که اونجا بایومتریک میره، اینجا در دیتابیس چی میگه که فلانی وقت این شخص یک مجرم بوده، یک مرغ دوز بوده، مرغ دوزی کرده. خب وقت زمانی که دوزی کرده آیا مثلا فکر کنیم بعد چند وقت دیگه آیا آزاد شدی یا خیر نشدی؟ پس دوباره اینو میگه تو برو بیار مو ابلاغ خط خود بیار که آیا امو جرم تو کردی آزاد شدی یا نه، تو گریختی از اونجا، از زندان گریختی. خب پس ورقه خط خود از اینجا میگیره از اداره زندان ها میبره به سمت وزارت داخله و نشان میده که بله ما آزاد شدیم، ما جرم خود پورا کردیم. پس دوباره اینجا باید میگه میشه و به سمت استفاده. این از لحاظ گورنمنتال یا از لحاظ دولتی است. دیگه گفته تلکام نتورک پروواید با broadband services across the city. هم یک موضوعی که ما مثلا روزانه صحبت میکنیم یا مثلا با هم دیگه چتینگ میکنیم، صحبت میکنیم، اینا کلشون طریق چی هستن؟ امی metropolitan area networks. یا مثلا business with the multiple branches in a city using managed secure communication. و همچنان در اینجا یک مثلا یک بخش بزنس، یک چی رو براتون بگم، یک بخش بزنس مثلا میتونیم ببینیم چی باشه. در بخش بزنس چندین دانه دفتر دولتی باشه، بانک ها باشه. چندین دانه بانک هاست میخواید میشه مثلا یک دشار نو است، یک دشت برچی است، یک کارتنا است، یک سمت لیسی مریم است.
اینجا ببینید این کل از این مثلا با هم دیگه وقتی میخوای وصل کنه، پس یک چی داره، یک نیاز به نتورک سکیور یا امن کار داره. پس زمانی که از این استفاده میکنه اینا لوکال نتورک های لان شد و کلشون با هم دیگه وصل کرد، پس این به من تبدیل شد. این چی شد؟ تبدیل به من یا متروپولیتن اریا. پس این هم مثال های اصلی بود. بعد موضوعی که ما بحث میکنیم ون یا واید اریا نتورک. فینال اینجا موضوع واید اریا نتورک. خب در حال ما بریم همین بخش متروپولیتن اریا نتورک برای شما در بخش عملی رو کار کنم و بعدش باز پیش بریم. درست است؟ خب ببینید من میام حالا لن را با اول خب بریم چند کامپیوتر اینجا برای شما بگیرم. اینجا کامپیوتر کاردان است، یک دانه، دو دانه، سه دانه. سه دانه بس است نی، یک دانه، دو دانه، سه دانه، یک دانه، دو دانه، سه دانه. من آدم بسیار پیسه دار براتون بگین لپتاپ رو خریده میرم. ببینید مثلا یک سه دانه دیگه اینجا براتون بخرم، اینجا دیسکتاپ براتون بخرم، یک دانه، دو دانه، سه دانه دیسکتاپ اینجا براتون گرفتم. یک دانه سویچ هم میارم، میگم بیا تو سویچ، یک دانه 29 همین 29 11 سیز خیر. یک دانه فراتر است، صبر کنید شما اونم این کی سویچ 29 60، یک دانه 29 60، دو دانه 29 60، سه دانه 4 دانه. اینا رو ببینم كل الذين ماشي میتونم کمیونیکیشن میتونم این رو بيوصل میست بيوصل شو توم 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 بيوصل شو نيدي بس ودي نشط بس توم بي بينجا وصل شو ایران بينجا وصل کو ایران بينجا وصل کو ایران بينجا وصل کنیم ایران بينجا وصل کنیم اینجا وصل کنیم. این کار میکنم کمی فکر کنم کمی اشتباه کردم. این کمی بالاتر بیارم باز یک پلوتین ایران نتورک شروع میکنیم وضاحت ایران کمی طرفتر میارم بیار اینجا نیم یا و اینجا یکم سویچ دیگر پایینتر ایران اینجا جورش میکنیم. این سویچ کمی طرفتر بیاریم، یک دانه، دو دانه، سه دانه. ببینید من اینجا هر کدام از برای شما چی میتونم فول کالر میکنم. ایرا سلکت ندر کلر مثلا این یک اینی فکر کن یک ریا شد، اینی دو ریا شد، اینی ریای سوم شد، لن سوم شد و این هم با هم دیگه زیاد خود این هم ایریا چهارم شد. چی شد؟ ایریا یک، دو، سه و چهار. اینجا تکس زیرو من نشته کنم، مثلا نشته میکنم لن لن یک میارم کنترل سی کنترل بی، اینجا لن دو نشته میکنم برش، کنترل سی، لن سه، هم لن چهار، لن چهار شد. ببینین این هر کدام از یک لن شد، این هر کدام از رو ما میتونیم با هم دیگه ان شاء الله اسکرین من خدا رو دوست دارید. درست؟ خب ببینین هر کدام از رو من یک آی پی آدرس هم میتونم. این از طرف 10 به 20 به 30 و یا 40 هر کدام از این مثلا یک آی پی آدرس میتونم. خب من هر کدام از کامپیوترها رو یک آی پی آدرس میتونم، به خاطر که باز بتونیم ببینیم که کمیونیکیشن بین لن ها آیا واقعا موجود میشه یا خیر. این رو من یک استاتیک آی پی میتونم 10 0 0 1 1 1. درست؟ 10 1 1 1 10 1 1 2 کامپیوتر دوم. خب بس اینجا باید 10 1 1 3. درست؟ این چی شد؟ یک کامپیوتر ما شد. میم اینجا باز 10 1 1 4 کامپیوتر چهارم شد. 10 1 1 5 10 1 1 10 1 10 1 1 5 شد. 10 1 1 6. درست؟ 10 10
یک یک 7 10 یک یک 8 10 یک یک 9 بعد دو یک 10 11 12. ببینین اینا با هم دیگه وقتی زمانی که ما بخوایم 10 یک را پینگ کنیم، خب پینگ یعنی همون کانکشن اجازه بدیم. خب پینگ کو چند پینگ 10 یک داد دوره. ببین پینگ از آمد اما ریپلای برزی داد. اگر من یک دفعه ایره مثلا اوسو کنم خب یا من بتونم دیلیت کنم، فکر کنم فعلا کانکشن نیست. خب اگر ما پس بیارم دوره باز پینگ کنم برنامه میگه ریکوست تایم اوت میگه، یعنی کانکشن بین دو موجود نیست. وقتی زمانی که کانکشن بین دو موجود نباشه اینا چی میشه؟ این یک قسمت متوجه باشین. خب این قسمت که ما موضوع فعلا هم تا هنوز کانکشن موجود نیست. پس زمانی که وقتی ما کانکشن بین دو موجود تا وقتی موجود نباشه چی میشه؟ این ریکوست تایم اوت میگه. اما زمانی که بین این علامت ثبت شد یعنی کمیونیکیشن به وجود آمد واسه چی میشه؟ این کلا پس دوباره چی میشه؟ پس دوباره مورد بزنم، پس دوباره من میگم موجود است. این سیرم پینگ کردم بین خود کل جا بین ایریا اول کل کمیونیکیشن وجود داره. خب من نشته میکنم پینگ دات 10 در یک یک مثلا 4 وجود داره، درست؟ 5 خب 4 خودش است، 5 وجود داره. ببینید ریپلای آمد. خب ریپلای آمد 6 ریپلای آمد، یعنی با کلشون ارتباطش برقرار است. اینم سعی میکنم بده خب باید پینگ 10 دات یک دات یک دات و 6 شد، 7 خودش است، 8 ببینید ریپلای از طرف 8 هم ریپلای آمد، درست؟ اینجا ما بیایم مثلا با 9 هم کانکشن چک کنم. بله با 9 هم کانکشن وجود داره. اینجا 10 است 11 رو با اینا چک کنم، درست؟ پینگ 10 دات یک یک 11 این کانکشن وجود داره. اگر ما برم مثلا 12 رو چک کنم بازم اون کانکشن بین اینجا وجود داره. اما اگر ما بخوایم از طریق از مثلا فعلا این 12 است، ما میخوایم یک را پینگ کنم، یک را پینگ کنم برای ما میگه موجود نیست، کانکشن بین اینا نمیتونه کار بگیره. چرا؟ چون به خاطر که اینا هر کدام از جدا جدا یک جای منطقه. فکر کنید این کارت نو است لن یک، مثلا فکر کنید بازم مثلا یک لن یک مثلا لیسه مریم فارسی نشه کنم اگر نشه شود لیسه مریم باشه. مثلا فکر کنید لن دو باشه کارت نو مثلا که بعدیش باشه دشته برچی لند داشته برچی هم مثلا بخش کجا باشه؟ دارلمان باشه، دارلمان یا مثلا کارت سی کارت 4 کارت 4 باشه. ببینید هر کدام جای چی یک لند جدا است. پس به خاطر این فکر هر کدام جای ما بخوایم با هم دیگه وصل بسازم مجبور به چی دارم؟ مجبور به اینترنت دارم یا مو لوکال اریا نتورک مولتیپلیت اریا نتورک دارم. پس وقت زمانی که ما به اون نیاز دارم میگم کم خودتر میسازم. این کم خودتر میسازم که باز کام خیلی مشکل. خب اینا رو ببینیم. من یک سویچ دیگر رو میخوایم، یک سویچ دیگه میارم 29 است، این یک سویچ اضافه میکنم. فکر کنید امی اینترنت افغان تلکام است. اینجا نشون میکنم ISP باشه، درست؟ این چی است؟ ISP است. کل زیر با هم دیگه چی میکنه؟ وصل میکنه. این با وصل کرد، یا هم وصل کرد، این هم وصل کرد، این هم دیگه چی کرد؟ وصل کرد. من یکم پیشتر میبرم که کانکشن باید جور شود و یک کانکشن دیگه میکنم. مثلا اینا رو ببینیم از طریق یک 12 رو میخوایم پینگ کنیم. ببینیم ما 12 رو پینگ میکنیم آیا 12 امکان داره یا خیر؟ 3 بود 12 رو میخوایم پینگ کنیم. ببینید از یک مکمل چیده ببینید 12 پینگ میشه. زمانی که این پینگ شد اون پس دوباره مثلا حالا ساحه چند را ساحه این ساحه کارت چی رو سعی کردم، ساحه کارت 4 رو سعی کردم پینگ میشد. حالا میگم ساحه چی را ساحه دشت برچی رو سعی میکنم که پینگ میشه. خب ساحه دشت برچی یک آی پیش 9 بود. ولی ببینید ساحه دشت برچی هم پینگ میشه. سایه ارزان سایه چی را سایه کارت نو چک میکنم. سایه کارت نو مثلا 5 بود یک آی پی های چی کنین. ببینید تمام میدونید کانکشن ها وجود داره. پس ببینید این کل سی این کلا اگر ما بحث کنیم که من کم خودتر بسازم این ببینید کل ازی پس چی میشه؟ اینو بگیرم اینی ساحه. پس اگر ما بخوایم کل ازی ساحه رو بحث کنیم اینی کلا این ساحه برام چی میشه؟ یک ساحه. این یک من میشه. خب یک رنگ بهتر دیگه بگیرم که رنگ زرد کم خوش نبود.
اینی ساحه کلش چی شد؟ یک دانه من شد. پس این ساحه رو به نام چی میکنیم؟ به نام مثلا اینجا من نوشته کنم من MAN. این یک ساحه من شد. ان شاء الله که صحبتای من فهمیده باشید. اینی ببینید هر کدام از یک ساحه جداگانه است. پس به خاطر هر کدام یک ساحه جداگانه چی داریم؟ ما هر کدام از یک ساحه قبلا که گفته بودیم درست اینه. اینجا هر کدام از لیسه مریم مثلا کارت 3 و کارت 4 داشته باشه، هر کدام برانچ اضافه بود، اما این یک دانه کل زیر به نام یک من یاد میکنه. ان شاء الله موضوع رو فهمیده باشین و درک کرده باشین.